شاهرخ مسکوب در سال 1304 در بابل به دنیا آمد. او روشنفکر، نویسنده، مترجم و شاهنامه شناس معاصر ایران است. شاهرخ مسکوب تحصیلات دوره ابتدایی‌اش را در مدرسه علمیه تهران گذراند و باقی تحصیلاتش را در اصفهان ادامه داد. سپس در سال 1324 به تهران بازگشت و مدرک فارغ التحصیلی خود در رشته حقوق را در سال 1327 از دانشگاه تهران دریافت کرد. او اولین یادداشت‌هایش را در سال 1326 در روزنامه قیام ایران به چاپ رساند. عنوان نوشته‌های او در این روزنامه تفسیر اخبار خارجی بود. با شروع دهه چهارم زندگیش مطالعه و تحقیق در حوزه فرهنگ، ادبیات و ترجمه را آغاز کرد. شاهرخ مسکوب بعد از انقلاب 1357 به پاریس مهاجرت کرد و تا آخرین روز زندگیش به فعالیت فرهنگی پرداخت. ترجمه، نگارش و پژوهش از فعالیت‌های اصلی او در حوزه فرهنگ بودند. پژوهش‌های مسکوب در شاهنامه فردوسی از علل اصلی شهرت اوست. کتاب ارمغان مور و مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار او از مهمترین منابع شاهنامه پژوهی در ایران به شمار می‌آیند. از جمله فعالیت‌های تأثیرگذار مسکوب در ادبیات ایران، ترجمه برخی از آثار مهم ادبیات مدرن و کلاسیک غرب به زبان فارسی است. از جمله آثار مشهوری که توسط او ترجمه شده‌اند عبارتند از خوشه‌های خشم اثر جان اشتاینبک و مجموعه افسانه تبای اثر سوفوکلس. او همچنین آثار ارزشمند زیادی را به قلم درآورده است. سوگ سیاوش، داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع، مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار، در کوی دوست، گفتگو در باغ، چند گفتار در فرهنگ ایران، خواب و خاموشی، روزها در راه، ارمغان مور، سوگ مادر. مسکوب در روز سه‌شنبه 23 فروردین 1384 در 80 سالگی در بیمارستان کوشن